نازه احوالاتان خوبه بچه خوب خدا نگه داره شما هم نازه این رفیقتان نگه آدم خوب بلکه ریشاتون نون بگون چه کار میکنی؟ وظیفات چیه میگون؟ بیکار باشه من رنگین کس ریشمون یکن نه تراشکی گناهکار میشی پیغمبر خدا گفتن ریشاتان مونه بروتاتان کوتاه کنه مخالفت بر مشرکا کنه گفتن این ریش تراشی وظیفه کافرها های مسلمان راه و رویشش راه پیغمبر های پیغمبر خدا ریش داشتن کس اللحیه حضرت رسیفت استفام بگن بنابر خدا خواهد کسی ریش مونه به خاطر سنت پیغمبر خدا های به خاطر چهره نورانی رسول اکرم های مگر به شفاعت پیغمبر داخل جنت میشن این تراشیدن ریش هم گناه کبیره است اگه بچه ها یک عذر اما کسانی که 50 بالا شده ریش کی سفید شد دیگه باید از تراشیدن شرم کرد در هر باره که ما ریشمانو می تراشیم در صحیفه اعمال ما یک گناه کبیره نوشته میشه پیغمبر خدا دو پیشنهاد میکنن که فلانی امتت امروز گناه کبیره در مرتکب شد حضرت بس زیغ میشدیان بنابر خواهی که پیغمبر خرسان باشه سنت پیغمبر در عمل کنه خواهی این بچه ها رو ما چیزی نمیگه اما شما دیدیم ما دیدی حاجریش مونده زیب خوش رو نگاه ای معرکه پیش نکردیم ماشین شاید دستی نگرفتن که تو ریش داری بودن خدا خواه با حرمت زاید میشه ریش مونی حیبت زاید میشه جوانا حرمت میکنیم چند اگه ما بخاطر دوستی میگیم ای روی همه حقوی ما بیده حکومتدار قشم ما میبینن اگه شون دیدن گرم پرونه دارم ما رو خداشون میبینن برای چند مونه حالی عزیزای کاری میکنن یک آدم رنگ شما بارین بسیار استعدادی شعرگویی خوب داشت سخنهای عارفانه می نویش میگه همیشه اشعارش اشعار عاشقانه خیلی مضمونی بلند داشت یک آدم میگه شعراش خوانده به همون کس اخلاص کرد که خیلی آدم خوب بودیست علامه اقبال بارین و سراغش گرفت میگه بعد کافر رفت هندوستان رو بودن کرد یه رساله میخواد و سراغش گرفت رفت هندوستان خیلی کوچهش رفت دروازه خانهش زنگ شد جقید که خدمتگارش برآمد اینا فرزندشه که برکیده و گوش حضرت خانه دستم اوکیار خانه دستم میخوام ایشان رو ببینم تن به در کشای بعد در آمد در کشای میمخانه در آمد که حضرت همه ریش تراشی دارد کشاش تراش نیست از این کرد دیدم در آمدم برابر خیالش بیجا شد سخنهای عارفانش این کس خیال کرده بود که خیلی آدمی متدین دیندار و صورت و سیرت که این افهمه این آدم به من اخلاص کردم در غایب بانو این حالی من دید اخلاص کرد و گفت که آره ریش میتراشم اما دیدی کسی نمیخراشم یعنی کسی را آزار نمیشم در این شما داریم اگه ما بودم که آزار میشه اما گفت کسی را آزار دلش نمیخراشم اما دیدی کسی را نمیخراشه اما دل پیغمبر خدا را شام میکنه همین گفت او فهمید یک بار همین کنا که دست خال کرده بگو خدا تو را رحمت کنه راست میگی چشمی کوری من گفت تو کشاده کردی وقتی که گفت تو روش میتراشی این گناه تو را به پیغمبر خدا پیشکش میکنم دل پیغمبر برای تو آب میشه از همین شنیدین همین سخن با یک بار بعد توبه کرده گفت خدا یکی دیگه توبه کرده ریش میمونم و نشان میکنم و برای این ریش تراشم گناه کبیره است و همه لحیت حرام همه فتوها دارد کمترین گناهش مکروه تحریمی است که اویم قاضی عیاض از همه قول سبوکش گرفته که قضایی بر رحمت شد دیگه همه مجتهدای ما خواه متأخرین خواه متقدمین همش تراشیدنش حرام بگم میشن زیرا که رسول اکرم زیباگیشان بریش بود تمام پیغمبران الهی باریش زیبا بودن سبحان الذی زین الرجال بالمحا و زین النساء بالزفاف روح بیان میگه پروردگار یک گروهی از ملائکه را آفریده بوده اونها را تسبیحشان همین است پاک است
خدایی که مردها را به ریش زینت داد و زنها را به کاکل زینت داد. این معلوم میشه که این ریش زینت مردها هست. چون اول تراشیدنش حتی من فتوات میگه یک آدم ریش یک آدم اگر کنه که دیگه نه برای کلی دیت واجب بشه. یک کتاب خودمون داملا میدونن این کلی دیت میشه آدم کشی 1000 تنگه دیت شه 10,000 تنگه اینم کلی دیت واجب بشه براش. بنابراین چرا تراشین حرامت ما به شما دوستیم. ما رو خدا فقط میپرسی که من دیدی چون نفهمم. دیار اون طرف ما میمونی کار شما بچم. برای آدمایی که موهاشان سفید میشه باید تیاریشان ببینن. موی سفید هست به عاقل نشان مرگ. قدی خمیده دان کشیده کمان مرگ. این موی سفید نشانی کفنه بچن خواهیم نخواهیم وقتی که مو سفید شدن گرفت برای ما کفن تیار کردن میگیرن اونجا این سفر ما به سوی خدا نزدیک شدن میگیرن. موی سفید هست به عاقل نشان مرگ. قدی خمیده دان کشیده کمان مرگ. دردی میان و رنگی پریده خزان مرگ. هر موی تن ز ضعف رساند پیام مرگ. خوش موزی رحمان رود به زیر خاک. خوشا به حال کسانی که خدا را از خود راضی کرده زندگیشان در این دنیا موافق به سنت پیغمبر پیشگاه خدا میره. خوشا به حالشان. بنابراین شمکل شکاتانمونه دیگه وقت دیر شد ایستاده و بعد اگر بیریش خدا خواست پیش خدا را این پیغمبر شفاعت نمیکنه ماشاءالله شد شکر. یک کتاب در حکای میگن که دختری از جوان میگن ریش گذاشت با خوش کرد موزگی داد و این جوان برای خاطر عروس اونده مخور شده بوده شبیه نکاح ریش میتروشه ریش تراشده بعضی چادر بیده ریشش تراشدگی خدا خب من تو رو بخاطر هم ریشت خوش کرده گرفته بودم ریش تراشده گود خودی من دگو رنگ یک خوار یا دوگانه هم شده من چی قطی تو خوارم چی قطی خوارم خوارم برای بوده در کار نیست بسیار زکریه کنده اهلانی همین نقل کرده خدا رحمت شما خدا همتون نگه داره از شعر ما عمری درستی حضرت روز جمعه آمده بود و همین خاطر یک کم یا 2 روز من روز خورسان شده بودم کلین که آورده بابا حضرت کلین که حضرت همین خشکاف کنم همین دین آورده دین آورده جلالدین نیست در بیداره حضرت این اگو معاویه دم از این تعمیر زمین برا که داشت بای خدا کنکی آخه در این وقت در تمام کتابان تاریخ حضرت امام حسین شهادتش هست این هیچ کسی انکار کرده نمیتونه همه سرچشمه‌های تاریخی واقعا در ماه محرم شده است در تمام خطبه‌های من بخارا ماه محرم یک خطبه درباره شهادت حسین است در بخارا و میخوانده حنفی‌ها بودن علامه ابوالحی هم که در محدث کلامه هاویان خطبه‌های محرم شده واقعی شهادت حضرت امام حسین بود تو گفتنی بایش چیزی نداره آدم‌ها دیداشون ملایم میشن از شنیدن مظلومیت خاندان پیغمبر چشماشان به آب پیدا میشن سبب رحمت خدا میشن این جامعه کنید و برکاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد از حمد و ثنای پروردگار و درود و پیغمبر بزرگوار پیش از آغاز صحبت از نام به خاطر توی عروسیش تبریک و تهنیت میگویم از خداوند مهربان برای شادمان و عروسش بخت شیرین و زندگی خوش و توافق اخلاقی تمنا دارم خداوند در لبهاشان تبسم نمایان گردان و
در چهرهشان شادی و هویدا و در آغوشان فرزندان دوسرویت و شیرین و اهل قرآن به دنیا بیاد. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خداوند نصیب کن که این شعر دادر ما رو با پسرچه هاشم توی عروسیشان همراه با خیش و تبارها یک جایه پیشواز بیاد. تبلیغایت هسته یا؟ اولی از آدم چی نام دارم؟ میرالی. میرعلی. این چنین برادر عزیز اسلام خود میرعلی را هم همراه با خانومشان برای خاطر توی عروسی فرزندشان تبریک میگویم. خداوندا سلامتشان دار و بالای بخشان و نصیحتگر باشم. میرعلی میگم مبارک شد. نکاح آخرین حقی است که فرزند بردوشی قدر ما برای بندگان خدا تا اینکه ایمن مونند از کسلی ها و از دردهای بد اخلاقی و هلاکت آوری فاحشگی. خلاصه نعمت است نکاح از نعمت های الهی که الحمدلله شادمان دادن ما. هزار شکر پروردگار به این نعمت دیروز مشرف گشت و او به وصال عروسش رسید و الحمدلله یک عائله نو تشکیل شد. بنابر من به شادمان دو نصیحت کوتاه دارم. نصیحت اول، شادمان جان خدا عمر دراز بیاد، یک جایی با عروس و همون خدای مهربانی که شما را با این زیبایی آفرید، همون خدایی که شما را قد و قامت زیبا و چشم بینا و گوش شنوا داد، همون خدایی که برای شما پدر و مادر مهربان و برادر دلسوز داد، همون خدا را عاشقانه عبادت کنید. مقصد از عبادت که به شما تاکید دارم شادمان جان برادر عزیز، کلین عزیز، این درباره نماز است. این نمازات خانه زیرا اولین رکن اسلام بعد از ایمان این نماز است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز فرق بین مومن و کافر گفتند، نماز ستون دین گفتند، نماز بیرق اسلام گفتند، نماز چراغ نور گفتند، نماز راز بنده مومن با خدا گفتند. خلاصه شادمانگان دادر عزیز، اگر نمازات خوانی تو بنده خدا هستی، امت حبیب خدا هستی، فردا قرارگاه تو بستان سرای جنت است. اگر تو نمازات میخوانی در همین دنیا هم محبوب هستی، مردم تو رو دوست می‌دارند، پدر و مادر تو رو دوست می‌دارند، محله و جامعه دوست می‌دارند. زیرا رسول اکرم می‌فرمایند جوان پاکیزه، جوانی که 5 وقت نماز می‌خواند، از حرام‌های خدا مثل نشه و گرایی و عرق خوش نگه می‌دارد، او هم دوست خدا هست. بنابراین نمازات خوان. عروس هم تاکید کن نمازاشان خواند. در جوانی طاعت خدا لذت دارد، در جوانی بازگشتی به سوی خدا افتخار دارد. وقتی که پیر شده، وقتی که قامت من خم زد، اول که به پیری رسیدن گمان است. دوم اینکه پیر طاقت باری تکلیف بندگی رو برداشته نمی‌تواند. بنابراین شب نمازات بخوانید. سعدی بزرگوار نوار با شما رو تاکید میکنه، نصیحت میکنه، جوان رهی طاعت امروز گیر که فردا نیاید جوانی ز پیر. ببینه جوانا میگه امروز طاعت خدا کن. بچه‌های خوب امروز شما کار کنید، مکتب خوانید، دانشگاه خوانید، تجارت و دهقانی کنید، برای رزق خروجی سفر کنید، اما عبادت خدا را هم کنید. زیرا مقصد از آفرینش انسان این عبادت و بندگی. ما را خداوند برای بندگی آفریده است. عزیزان من، خواهرای عزیز، نه برای زیبایی، نه برای خوردن و خواب رفتن، نه برای کار کردن از صبح تا شام، نه برای بازی کردن. شاعر میگوید حضرت مولانا که بگویی بندم کو بندگی ها، دعوا میکنی که من بنده خدا هم، کنی بندگی، کنی فرمان برداری.